با سلام به همه بینندگان عزیز، آنهایی که این لحظه هم رو تماشا دارند در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب. ساعت به وقت پراگ 10 است و من چون همیشه در چند دقیقه دیگر از آن برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو میرسونم و یادتون رفت که همه شما رو در برنامه خبری بازم 300 پس منتظر خواهیم بود. دوستانی شهر خوجند هشدار داده است که اگر طربخانه و قهوه‌خانه‌ها به هنگام برگزاری توی و مرک‌ها طلبات استاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 را رعایت نکنند بسته می‌شوند و مالکانشان جزا خواهند گرفت. دوستان اوجه نظرزاده از ضمن جلسه کاری نگرانی کرده است که سنجش‌ها نشان می‌دهد تا به حال ساکنان و صاحبان طربخانه و قهوه‌خانه‌ها به برگزاری مرک‌های سرآدم و بدون رعایت نمودن قاعده‌های بهداری اجازت می‌دهند که در نتیجه باعث زیاد شدن بیماران کووید 19 شده است. نسبت چنین بی‌اعتنایی من بعد چوراندیشی خواهد شد، افزوده است دادستانی شهر خوجند. سفارت تاجیکستان در روسیه در صحبت با خبرگزاری‌های روسی گفته است برای آوازدهی مهاجران تاجیک در انتخابات پرزیدنتی 5 حوزه انتخاباتی تشکیل شده است. به قول امام الدین ستاری این حوزه‌ها در نزد سفارت و کنسولگری‌های تاجیکستان در مسکو، سنت پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا و یکاترینبورگ تأسیس یافتند. سفیر گفته است شهروندانی که به طور موقتی در این کشور زندگی و یا کار می‌کنند می‌توانند 11 اکتبر برای انتخاب پرزیدنت تاجیکستان آواز بدهند. در روسیه بر اساس حساب‌های تقریباً 5 میلیون و بر اساس حساب‌های غیر رسمی زیاده از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. 6 حزب سیاسی تاجیکستان با جانبداری از نامزدهای خود در انتخابات پرزیدنتی از مهاجران کره تاجیک در روسیه امضا جمع نکردند. نمایندگان بعضی از حزب‌ها گفتند که بحران کرونا ویروس اجازه نداد تا امضای مهاجران گرفته شود و برخی دیگر میگویند به این ضرورت نبود. تاجیکستان و چین خواستار تحکیم همکاری‌های بیشتر در مرحله پس از پاندمی کرونا ویروس شدند. اقتصاد تاجیکستان که سخت وابسته سرمایه و تجارت با چین است در این مرحله به پشتیبانی پکین نیاز دارد. موضوع همکاری‌های تاجیکستان و چین در ملاقات سیروژدین مهرالدین و وان ای وزیران امور خارجه دو کشور آخر هفته گذشته در مسکو بررسی شده است. این ملاقات در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دایر شد. رسانه‌های چینی می‌نویسند وزیر امور خارجه تاجیکستان با سپاس از مدد چین برای پیشگیری و مقابله با پاندمی فراگیر تاکید کرده است که تاجیکستان با هر نیرویی که تحت عنوان حقوق بشر حیثیت این کشور را خدشه‌دار می‌کند مخالف است. چین در حال حاضر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان محسوب می‌شود. این کشور تاکنون چندین انشاءات را با یاری‌های مالی به بازگشت و قرض‌های درازمدت در تاجیکستان ساخته و به استفاده داده است. ازبکستان و قزاقستان پروازهای دومی را بین همدیگر برقرار کردند. بنا به اطلاع وزارت نقلیات ازبکستان رفت و آمد هوایی دومی از 1 سپتامبر از سر گرفته شده است. به قول منبع شرکت‌های هوایی ازبکستان ایرویز و ایر استانا هفته یک مرتبه طریق خطسری تاشکند الماتو تاشکند پروازها را برابر انجام می‌دهند. ازبکستان از نیمه ماه مارت بنابر پاندمی کووید 19 حریم هوایی‌اش را بست. بین تاجیکستان و ازبکستان پرواز تا هنوز عملی نشدند. انتظار می رود که این موضوع آخر همین ماه در جلسه بین حکومتی دو کشور در دوشنبه بررسی شود. جلسه کمیسیون بین حکومتی را سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده و همتای ازبکی‌وی عبدالله اوریپوف رهبری خواهند کرد. خب در همینجا بار دیگر یادآور میشوم بینندگان عزیز چون میدونم که حالا باز زیاد در این باره از ما میپرسید درباره پروازهای دائمی و یا مرز بین تاجیکستان و روسیه. باید بگم که تا این ساعت در این موضوع یگان نویگری نداریم و آنهایی که سو پرسیدن که بعد از 15 سپتامبر راه اندازی پروازهای چارتری در نظر است یا نیست از روسیه به تاجیکستان، بله طور سفیر تاجیکستان در روسیه هفته گذشته در صحبت با خبرگزاری‌ها گفته است در نظر است که از نیمه دوم ماه سپتامبر پروازهای چارتری بازم ادامه کنند و به طور بیشتر راه اندازی خواهند شد. کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک کارمند مرکزی ملی و تستی را بازداشت کردند. در خبرنامه آمده است که طاهر کریمزاده سرمتخصص شعبه کار با مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی را هفته گذشته و زمان بازداشت نمودند که از پیوندان یک دانشگاه ملی تاجیکستان پوره می‌گرفت. کریمزاده ضمن دادن بیانات اقرار کرده است که تابستان سال گذشته 2 نفر برای به دانشگاه داخل نمودن خواهرزاده اشان کمک خواستند و برای اجرای این کار $6000 طلب
طلب کرده است. بعداً با گرفتن 35,000 سومانی جوانро ба донишгоҳ дохил мекунад. соли ҷорӣ бошад аз каримзода боз хоҳиш шудааст که این دانشجو از یک اختصاص به اختصاص دیگر گذراند. کریمزاده این دفعه 30,000 سومانی طلب کرده به وقت گرفتن این مبلغ بازداشت می شود. نسبت طاهر کریمزاده پرونده از روی مدعی قلابی با مقدار مخصوصا کلان باز شده است. و فوتبالباز شناخته محمد سلطانов که زاده توجیکستان است از دسته پریمیر لیگ روسیه روتری والگاگراد به باشگاه دیویزیون یکم نیژنی نوفگورод گذشت. او با باشگاه نوی خود روز 9 سپتامبر شرطنامه 2 ساله بست. در این باره سامانه رسمی باشگاه فوتبالی شهر نیژنی نوفگورод خبر داده است. او در دسته نو شماره 14 را گرفت. محمد سلطانов 21 دکبر سال 1992 در ناحیه یوان تاجیکستان به دنیا آمده است، اما همچون فوتبالباز در روسیه به وای رسیده است. او پروری سسکای مسکو می باشد که در هیئت تیم جوانان این باشگاه همچون حمله‌گر بازی کرده است. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که من در این ساعت برای شما دسترس کردم و برای شما گفتم. بعد از 30 ساعت دیگر همتون رو منتظرم در همینجا در بخش مستقیم. باقی خود را احتیاط کنید و تا ملاقات نوبتی.